خب سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، روز خوبی داشته باشید. از اونجایی که من چنل یوتیوب رو توضیح زدم، لطف میکنید که لایک و سابسکرایب و زنگوله رو بزنید که اول من ویدیوهای آموزشی یا گیم پلی گذاشتم بیاین و از من حمایت کنید و با هم دیگه چنلمون رو ببریم بالا. خب بریم برای آموزش. خب دوستان این نکته بهتون بگم، اگه پیسیتون ضعیفه کار امتحان نکنم، خودتون آزار میدین، یعنی اذیت میشین، FPS پایین میگیرین و کلا لگ میشه گیم. خب برای سیستم ما رو نیازم به کارت گرافیک GTX 752 گیگ رو به بالا نیاز داریم ما. یعنی اگه پوینتر اینه امتحان نکنین چون واقعا اذیت میشین. 752 گیگ میخواد و رم 8 گیگ و 6 گیگ هم اوکیه، ولی پوینتر 6 بشه واقعا دیگه اذیت میشه. سی پی یو کرایتری 3220 رو به بالا میخواد، یعنی اگه سی پی یو ضعیفی هم داری بازم کار امتحان نکنید. اگه سیستمتون هم خوبه که الان بهتون میگم چیکار کنید که واقعا کیفیت گیم 4K بشه. خب بریم برای آموزش. دوستان از اونجایی که این فایلا باید $20 براشون بپردازین، من رفتم براتون کرکشو پیدا کردم و گذاشتم که دیگه نخواد پول بدین بابت مود کیفیتی. خب اول اینکه میاین داخل محل نصب MTA گیم، اینجا میاین هرچی که اینجا هست و کپی میگیرید ازش، یعنی اینجا کپی میگیرید ازش که اگه خدای نکرده مشکلی پیش اومد داخل مراحل نصب، شما یه کپی اینجا ازش داشته باشین و دیگه مشکل بر نخورید بازار بخواین برید نصب بکنید گیمو. خب اول اینکه من لینک ها اینا رو براتون میذارم داخل کپشن و یعنی اینا رو، اینجا یه فایل اکسترکتی هست که من رمز فایل رو بهتون میدم و شما اینجا اینو استرکت میکنین و یعنی اینجا کپیش میکنید داخل محل نصب MTA گیم، یعنی اینجا. حالا من اونجا کپی کردم دیگه نیاز نیست اینجا. خب اینجا کپی میکنید و این فایل خیلی کمه، یعنی حجمش خیلی کمه. میریم داخل اینجا، این که هیچ، میریم داخل اینجا، این یه 300 خوردی میگه، یعنی اینو نصب میکنید و اینجا استرکتش میکنید رمزشون هم براتون گذاشتم و میرین اینجا اینو میره داخلش، اینجا کپیش میکنید داخل محل نصب MTA، یعنی اینجا کپی میکنید و حالا من بازور دارم میگم اینا کپی کردم داخل محل نصب، یعنی اینجا پیستش میکنید. خب بعد که اینجا رو کپی کردید میان داخل اینجا MTA MTA. خب دوستان اگه گفتم همونجور که داشتم میگفتم، اگه سیستمتون ضعیفه فیکس ورژن، یعنی ورژن تقریبا دستکاری شدهش، یعنی که کیفیتی خورده نسبت به اورجینالش پایین تره، میاد داخل فیکس ورژن و بعد اگه واقعا سیستمتون ضعیفه بازم دارم میگم پیشنهاد میشه که نریزید، خودتون دارین اذیت میکنید. خب اینجا میان داخل اگه ضعیفه ورلو یا رلولو اینجا کپی میکنید، بازور میریزن داخل محل نصب، یعنی اینجا پیستش میکنید. خب دوستان یه نکته دیگه که خواستم بهتون بگم قبل اینکه اینا رو بریزید، یعنی اینجا اینا رو بریزید، حالا یا نسخه اورجینال اگه سیستمتون قویه، یعنی GTX 60 به بالا دارید، یعنی میان از میدیوم های و ورلو اولترا استفاده میکنید. بهتون پیشنهاد میشه اگه سیستمتون قویه بیاین از میدیوم و های و ورلو اولترا استفاده کنید داخل ورژن اورجینالش واقعا کیفیتش خداست، اینو بهتون میگم. فیکس ورژن رو پیشنهاد نمیکنم بریزید، فیکس ورژن برای اونایی که سیستمشون ضعیفه اونم رو لو ورلوز استفاده میکنم. خب بعد از اینجا که خواستم بهتون نکته رو بگم، میاین داخل منیج 3D setting و میاین آخر داخل NVIDIA کنترل پنل
ورتیکال سنسی اینجا اینو آف میکنید. اینجا این که اومد اینو میزنید روی آف و اینجا اپلای میزنید. من چون آف کردم برای من نمیاد. و اینکه اینو آف میکنی. حالا این برای چیه؟ برای اگه بخوایم مود بریزین اینو باید آف کنی که این آن باشه. موقعی که مودو میریزین کامل تصویر سیاه بهتون میده. اینو آف کنید پس. و اینکه دوستان آموزش به پایان رسید. بازم دارم میگم اینجا من داخل بتا MTA اورجینال میریزید اگه سیستمتون خوبه یا متوسط رو بالاست. اینجا میدیوم کلا کیفیت میگم پا به پای GTI میره بالا. اینو بهتون بگم خیلی کیفیت میره بالا. و اینکه دوستان بازم دارم میگم من تازه چنلو زدم، از من حمایت کنید، لایک و سابسکرایبتون نره تا با هم دیگه چنلو بکشونیم بالا و گیم پلی جذاب و آموزش های بالاتر براتون بذارم. خدایا رحمت. گود بای.